من دختری هستم که زندگی مرا با بسیار آزمایش ها روبرو کرد. پستی و بلندی، درد و رنج، تنهایی و ناامیدی همش را گذرانیدم. بعضن وقت زندگی چنان سنگین می نمود که فکر می کردم دیگر قوه برای ادامه دادن ندارم. اما هر بار رو به خداوند مهربان آوردم. از او صبر، امید و قوت خواستم. هر ضربه زندگی مرا قوی تر کرد. هر امتحان باشد به من سبق نو بخشید. میخواهم هر دختر، هر زن بداند که هیچ مشکلی، هیچ شکست و هیچ اشک معنی پایان زندگی را ندارد. برعکس، آن راهنمای می شود به سوی قوی تر شدن. اگر شما امروز در درد خود می سوزید، فردا می توانید با همین سوختن ها نور بخشید. هیچگاه از خدا ناامید نشوید. باور کنید هر زنی که ایمان و صبر دارد می تواند